گناهکار بود، جوان تو مدینه خیلی گناه کرده بود، اینقدر تو شهر بی‌آبرو شده بود پناه برد به بیابونای مدینه. تو نخلستان یه آقایی داره عرق میریزه کار میکنه، رفت سراغش، گفت شما کی؟ گفت من علی ابن ابی طالب. گفت علی جان من تو شهر برام آبرویی نمونده، بی‌آبرو شدم، حالا یه اشتباهی کردم، خدا منو میبخشه، این مردم منو نمیبخشن، تو شهر دارن بهم بی احترامی میکنن، نمیتونم تو کوچه راه برم، با سنگ میزننم، بعد دهنی میکنن، آب دهان پرتاب میکنن، آقا اشتباه کردم، حلی توبه. امیرالمومنین گفت صبر کن. رفت امیرالمومنین دست حسینش رو گرفت، بچه بودش، آورد، گفت حسینو میذاری رو شونت تو کوچه راه میرفت. امام حسین رو گذاشت رو شونش، تو کوچه راه میرفت، مردم دیگه هیچکی نمیگفت فلانی گناهکاره، میگفتن حسین آورده، همه تعظیم میکردن، همه احترام، دیگه کسی گناه نمیدید، حسین رو شونه رو میدید. امام حسین رو شونته، امام حسین تو قلبته، بابا اینقدر منو تو رو دوست داره.